بچه کامیون هستم. امیدوارم به ویدیو کاملا جدید و متفاوت خیلی خوش اومدین. بچه من داخل ویدیو یکیتون نوشته بودین ویدیو سنس بذار. منم ویدیو سنس میخوام بذارم در مورد سنس این ویدیو. بچه نگاه کنید، دقت کنید. من الان بتلم رسید به هیرو، الان درست شده. مثلا رسیدم هیرو. آقا اگه شد من مثلا الان کلش رنکم مسترم 78 ستاره است، میخوام ببرنش 100 ستاره. همین. بعد بچه من والا ایده ویدیو ندارم. حتما در کامنت ها بنویسید آقا چه ویدیوهایی بگیرم، عشقای منید، بریم سراغ ویدیو. بچه من یه دونه یورومپی میگیرم، نگاه کنید همش وست، درسته؟ همش وست. بچه نگاه شما این تیر نگاه اینطور میگیریم آقا مثلا داریم فشار میدیم، آقا این کار میکنید. بچه کاملا اشتباهه. طرز تیر زدن من نگاه کنید، نگاه این کاملا اشتباهه. بچه من اینجا یه دونه مومنت میزنی. نگاه طرز تیر کشیدن منو. بچه نگاه کنید ایتو بکشیدن. نگاه ایتو بهتر هدشات میخوره. آقا هدشاتاش بهتر میخوره ایتو. میاد اینجا این نخور. الان اینجا میاد الان نمیخوره شانس. بچه من دستم عرقی واقعا، چون همین الان داشتم بطل باز میکردم گفتم بردم شیر اصلا استرس دارم. من آقا سنس خوبی خدا الان نه چرا نمورد. نتم بده یعنی بچه یک کارنا SMG شه. الان واسه من MP4 هم تست کنم براتون. MP4 بچه من MP4 حقیقتا نمیزنم زیاد، بخاطر نمیدونم میخوره یا نه، ولی بعدا بازم تستش میکنم. الان MP4 هم معمولی اسکینش. MP4 بهتر میخوره که. بچه یه دقیقه صبر کنید، من یه دقیقه این چی رو نشونتون بدم ببینم تیرم چنده. بچه بعد تیرتون بین 50 الی 55 باشه برای این سنس. این نکن این تیر و بین 50 الی 55 باشه درصدش، تا بتونید آقا خوب هدشات بزنید. چون هرچی کوچیک‌تر باشه بهتره. نه اونقدر کوچیک دیگه نتونید هدشات بزنید. یکم بعد 50 تا 55 باید باشه. حالا بریم سراغ سنس. بچه از سنس اولمون 200، بعد 170. این دوتا اولی مهمه، بقیه‌اش مال اسکوپ و این چیزا دیگه است. ما بقیه‌اش 120 گذاشتیم، آخری هم 200. این سنس نکوی اگه میخواید دقیقه اسکرین شات بگیرین. الان دیگه اسکرین شات رو گرفته بودیم. خب بچه من در مورد حقیقتش فودبک اینا نمیزنم. من نمیدونم میخوره یا نمیخوره. میخوره. من اصلا دیزل تو فودبک نمیدونم، خودم چیزی بلد نیستم دیزل. من اصلا بلد نیستم. ولی گانا SMG واسه من دلول باشه. تو میخواد دلول هم تست کنم براتون. خواستم چرا نشد. ازا بمیره. حقیقت هم دلول هم نمیزنم. نمیشه. نه دلول هم نمیزنم. بلد نیستم. اگه سنس خوبیه. ما که الان خوب یه 69 تایی میخوره. آقا همون هم خوبه دیگه. من بلد نیستم ولی گانا SMGش خیلی خوب میخوره. خودتون دقت کنید. الان ما بریم مچ یه دقیقه تستش کنیم. بریم یه دقیقه فقط تستش کنم براتون. MP40 آقا همش هده. همش هد. چاکی کرو چند شلوغه اینجا. مزه چیتر نمیخوره. یخ ندارم. الو آجی زدمش ولی نمورد. واسه یه دونه دیگه تست کنم. ایکیه افغان جایی چیکار میکنی بابا؟ خود تست
آره میزه. خب 5 نفر میریختن رو فول فست شد. واسه فول فست بزنم. بابا این سونادی میتی یعنی چی؟ خب بازم سونادی میتی میزنم. خب بمی دیگه. اچه بابا خب وست خورمش خدایا. اچه دیگه به دقت به کشیدن خودتون داره. یا مثلا من اون تیر بعد میکشم الان. نگاه افغانی گی کردم. یارو داره دست خط فشار میده. نه سخت نیه امده معمولیه. واسه بچه ناکا اصلا فول هد ناکا دقت که اصلا همش هد میخوره. یارو افغانیه چقدر نوم میدازه ماشالله. هرچه دیگه آقا این دیگه سنسه. حالا شلوغه قایی 10 نفر تو بازی هم معلومه گوشی یک هنگ میکنم. لازم 10 تا دقیقه یه جا باشه. یک سنس دیگه گفتن این علامت تیریتون باید بین 50 الا 55 باشه. بعد بچه ناکنی اصلا تو میخوای بکشی ناکن اصلا یارو اون وره درسته؟ ناکن اینجا ایتو بکشی ناکن از بیارش پایین بعد ببرنش بالا. بیارنش پایین بعد از راست ببرنش بالا یا از چپ. حساب بک بدم. درخواست نده داشته داره. بچه این هم بود ویدیو. اگه خوشتون من لایک کنی، ساب کنی، کامنت بذاری عشقای منی. اگه ایده ویدیو هم داشتین به کامنت ها بنویسی که من اون کارو انجام بدم و ویدیوش کنم براتون داخل یوتیوب بذارم. عشقای منید. یه قلب هم بهتون بزنم. بیا خداحافظ.